سلام دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون سپیده استقلال آزادی، هموطنان گرامیم و همچنین سلام دارم خدمت شما آقای مهران مصطفوی گرامی که در برنامه امشب ما شرکت کرده. من هم سلام دارم خدمت شما، خدمت همه بینندگان تلویزیون سپیده استقلال آزادی. در خدمتون هستم. بله، از شما دعوت کردیم در خصوص وضعیتی که در حال حاضر وطن ما دچار شده. پیامد جنگی است که حماس الان بعد از 180 روز ما شاهد اون هستیم که بعد از حمله اونها به اسرائیل، در حقیقت دولت اسرائیل با یک خشونت بیش از حدی حمله ور شده به فلسطینی ها و جنایات بیش از اندازه ای رو انجام داده در حقیقت در منطقه فلسطین نشین و در واقع در مدت گذشته هم این چند ماه گذشته تظاهرات بسیاری در سطح جهان در مخالفت با این جنگ و این نوع جنگ و جنایتی که داره انجام میگیره شاهد بودیم. خواستم نظر شما رو بعد از 180 روز چه تحلیلی دارید از وضعیت مثلا جنگی که بین اسرائیل هست و حماس و اینکه نظر شما برای پایان جنگ چیست؟ در بخش دوم سوال دارم راجع به حمله‌ای که کرده در حقیقت اسرائیل به ایران. خدمتتون عرض کنم که قبل از هر چیز حمله حماس در ماه اکتبر آغاز جریان نیست، برای اینکه اسرائیل حدود 15 سال غزه رو محاصره کامل کرده بود، یعنی در یک زندان اون مردم رو نگه داشته بود و به نظر من این خیلی عادیه این اتفاقات که شما 15 سال یک ملتی رو محاصره بکنید، تحقیر بکنید و این بالاخره یه جا میزنه بیرون. و در ماه اکتبر حماس حمله کرد و در اون حمله تمام اون به اصطلاح حس تحقیری که در اینها بود و حس نفرتی که درشون به وجود اومده بود نسبت به اسرائیلی ها در اون ماه اکتبر در حملهشون اینها انجام دادن. و آقای نتانیاهو که 20 سال مخالفت میکنه با وجود فلسطینی ها، مخالفت میکنه با امر دو ملت دو کشور، مخالفت میکنه با هر گونه خودمختاری فلسطینی ها. آقای نتانیاهو که خود حماس رو در آغاز کمک کرد علیه نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین برای اینکه حماس رو تقویت کرد که اون سازمان رو به اصطلاح تضعیف بکنه و فعلا حماس شده یک قدرتی. خب نتانیاهو برای چی ادعاش چیه در حمله به نوار غزه؟ دو تا ادعا داره. یک، ما تا از بین بردن کامل حماس دست بر نخواهیم داشت. دو، ما گروگانها رو آزاد خواهیم. یعنی روشی که پیش گرفته یک حمله وحشیانه، الان این که من میگم وحشیانه کلمه خیلی کوچیکی است برای این حمله و فقط هم گفته من نیست، تقریبا میشه گفت قریب به اتفاق روزنامه‌نگاران خارجی، حتی غربی، حتی آمریکایی، حتی اسرائیلی، بعضیاشون CNN راجع به این می‌نویسن که این کاری که آقای نتانیاهو داره میکنه یک جنایت بزرگ جنگی است. اونا از جنایت جنگی صحبت میکنن، سازمان ملل از نسل کشی صحبت میکنه و به هر حال حالا درجهش دادگاه تعیین خواهد کرد، ولی اون چه که ما میبینیم یک جنایت بسیار عظیمی است که در غزه با کشتن 30 و چند هزار نفر که اکثریت اونها زن و بچه هستند. یعنی از این 30 و چند هزار نفر حدود 18 هزار نفر زن و بچه کشته شده. تعدادش هم افراد مسن هستند که الان من همین امروز مقاله خوندم که در اون نوشته بود که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به خاطر قحطی که به وجود اومده خودشون غذا نمیخورن که نوهاشون بتونن
غذا داشته باشن و انتخاب کردن که یک نوع مرگ تدریجی رو در شرایطی که هست و امکانی نیست، غذا نیست. تیتر زده روزنامه لوموند که ما حتی علف هم نمیتونیم بخوریم، برای که اسرائیلی اومدن تمام مزارع رو از بین بردن، تمام هر جا سبزی بوده از بین بردن به عمد، نه اینکه به خاطر اینکه جنگ بوده و فرضاً. به هر حال این آقای نتانیاهو رو حالا 6 ماه شما گفتید از جنگ گذشته، کدوم یک از این دو هدف رو بهش رسیده؟ آیا حماس رو از بین برده؟ همین دیروز 4 سرباز اسرائیلی کشته شدن در غزه. خب این نشون میده که حماس هنوز توانایی عملیات نظامی داره. سرباز اسرائیلی کشتن در اونجا کار ساده نیست، برای که اونا انقدر دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی و اینها دارن، انقدر از خودشون محافظت میکنن، یعنی حماس هنوز توانایی داره که این کارو بکنه. پس این کاملا شکست خورده، نتونسته حماس رو از بین ببره. گروگان ها هم که آزاد نتونستن بکنن. دیروز باز یکی از گروگان ها جنازهش پیدا شده که معمولا اینا توسط خود اسرائیلیا در حمله ها کشته میشن. خب پس جامعه اسرائیلی چی میگه؟ این بسیار مسئله مهمیه. متاسفانه جامعه اسرائیلی در اکثریت خودش و همینطور جوامع غربی مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل آمریکا، اینها نمیخوان جنایاتی رو که در غزه روی میده ببینن، مشاهده بکنن. ناراحت میشن. به خاطر این اگر توجه کرده باشید تلویزیون های غربی چیزی درباره این جنایت ها در غزه مستقیما نمیگه. اکثریت جامعه اسرائیلی طرفدار حمله به حماس و از بین بردن اونهاست، اما روز به روز دارن به این نتیجه میرسند که آقای نتانیاهو نتونسته این کار رو انجام بده. یعنی ایرادی که با آقای نتانیاهو دارن دو تاست. یکی این که شما اون موقع که حماس حمله کرد ندیدی جریان رو، حماس اومده 1200 نفر رو کشته و برگشته، یه دم گروگان گرفته. و دوم این که درمونده هستی، موفق نشدی و دوستان ما یعنی آمریکا و مثلا انگلیس و فرانسه و حالا تا حدی آلمان رو داری مخالف ما میکنی. پس آقای نتانیاهو کاملا شکست خورده. اسرائیل نمیتواند طبق گفته کارشناسان مختلف پیروزی نظامی به دست بره. پیروزی نظامی به این میتونه اونجا رو کاملا از بین ببره، چنان که کرده، از بین برده. ولی اینکه حماس رو از بین ببره نه. همه بر این نظر هستن که نمیتونه. حالا آقای نتانیاهو مونده و آقای نتانیاهو میدونه که اگر جنگ رو متوقف کنه و آتش پس رو بپذیره، دیگه فردا در قدرت اسرائیل جایی نداره و یک سری دادگاه هم منتظرش هستن. پس اون داره این جنگ رو ادامه میده. اما یک گیر اصلی دیدی است که مردم اسرائیل نسبت به فلسطینی ها و نسبت به خود دارن. یک دید اونها رو انسان به مفهوم کلمش نمیدونن، نمیشناسن فلسطینی ها رو در اکثریت خودشون، و برای خودشون به خاطر باورهایی که دارن یک حق قائل هستن که ما باید هر کاری میتونیم بکنیم برای که منتخب مردم، منتخب خدا هستیم و ما این سرزمین هم مال ماست از چند هزار سال پیش. خب این حالا پس بنبستی است که اسرائیل رسیده. اون بنبستی است که اسرائیل رسیده و نتونسته اون موفقیتی رو که ادعا میکرد با تمام خرابی‌هایی که به وجود آورده. باز هم یک گزارشی میخوندم از یونسکو که میگه میزان خرابی‌هایی که در غزه به بار اومده هولناکه. اصلا این یک مجموعه چیزی اونجا دیگه سالم نموده، یک ساختمون هم سالم نموده. خب اینها در جنبه بین المللی میبینیم که باعث شده که مردم کشورهای غربی بسیج بشن علیه اسرائیل و اسرائیل منزوی بشه. پس دستاورد آقای نتانیاهو از بین بردن، یعنی تخریب کامل غزه، این دستاوردشه، منزوی کردن کامل اسرائیل در جهان.
موفق نشدن در شکست حماس و هنوز هم میتونه عمل بکنه و آزاد نکردن گروگانها. این نتیجه است که 6 ماه بعد ما در مقابلش هستیم. حالا اینکه سوال کردید که اونور ایران با توجه به اینکه اسرائیل حمله کرد به سفارت، حالا این رو میخوام در دو موضع مختلف بگم. ببینید، جمهوری اسلامی خب قبل از اینکه وارد اصلا بشید آقای بله. صفوی، میشه توضیح بدید که چرا کشورهای غربی هماهنگ با مردمی که تظاهرات میکنن علیه جنگ در حقیقت مخالفت علنی و در حقیقت یک پارچه نمیکنن در مقابل اسرائیل و این عمل کردی که داره؟ این یک سوالی است که برای بسیاری از مردم مطرح میشه که چرا این شکلی است. اگر واقعیتش یک اینه توضیح که واقعیتش اینه که با توجه به جنایت هولناکی که علیه یهودی‌ها در غرب شد، در آلمان شد، در لهستان شد، در فرانسه شد، اینها یک احساس خاصی، ویژه‌ای نسبت به یهودیان دارن و حتی بعضی وقتا از من باشون صحبت میکنم مخالف اعمال آقای نتانیاهو و اسرائیل و اینها هستن، ولی این که دربارش موضع گیری بکنن این توان رو در خودشون نمیبینن. اسرائیل زاده کشورهای غربی، زاده جنگ جهانی دومه و جنایت بزرگی که هیتلر و حتی در فرانسه در کشورهای دیگه علیه یهودیان انجام شد. و از طرف دیگه باید قبول کرد در آمریکا یک واقعیت که بخش بزرگی از ثروتمندان بزرگ امریکایی رابطه یهودی هستن و رابطه نزدیک با اسرائیل دارن. این چیزی نیست که من بخوام ادعا بکنم، بلکه مطبوعات غرب هم دربارش می‌نویسن و اونها کنترل مایه زیادی بر بسیاری از بنیادها دارن تا رسیده به کمک به دانشگاه‌ها. دیدیم که رئیس دانشگاه رو چه شکلی در آمریکا عوض کردن، به خاطر اینکه دانشگاه‌ها با کمک و فاندینگ اینها کار میکنن و گفتن که در فلان دانشگاه شعار علیه اسرائیل دادن و رئیس دانشگاه کاری نکرده، دانشگاه رو عوض کردن ریاستش رو. پس ما دو تا هستش، یکی این شرمی که از گذشته خوشون دارن ولی این فکر رو نمی کنن چرا بهاشو باید فلسطینی ها بدن. دو، امکاناتی که برخی از کمپانی های بسیار بزرگ دارن که در دست اسرائیلی ها هست و از این هم نگرانی های کمی ندارن. از این مورد این هستش که میبینیم که یک اختلافی هست بین اون چی که مردم کشورهای غربی در اکثریت خودشون در سنجش افکاری که کردن نشون میده که مخالف هستن، ولی حکومت ها یا سکوت کامل یا طرفداری میکنن یا سکوت میکنن، یا اگر انتقاد هم که میکنن انتقاداشون بسیار در سطح پایین هستش. این است هیچی. ما با یک فاجعه عظیم که به نظر من این فاجعه عظیم در دهه‌های آینده باز هم دربارش صحبت خواهد شد و باز هم دربارش بحث خواهد شد و ولکن حاکمان کشورهای غربی نخواهد بود. حالا در اگر این اجازه بدید وقتی من یک سوالی دارم در رابطه بفهم. با حمله‌ای که اسرائیل کرده به سفارت ایران در سوریه و بله. کشتن در حقیقت افسران ارشدی که در اونجا بودن، یعنی که یک بله. اطلاعی داشته که این عمل انجام داده در موقعیتی که اسرائیل در به اصطلاح در منطقه خودش، در منطقه غزه دچار مشکل مهمی است و به گفته شما و تحلیل شما بعد از 6 ماه به اون نتایجی که میخواسته و هشدار داده نرسیده، چرا این جنگ رو میاره بیرون از خودش؟ چرا این رو کاری میکنه که با متحد خودش آمریکا در یک موقعیت استثنایی در منطقه، یعنی یک موقعیت جنگی قرار بگیره؟ و آیا شما، با سوال من این هست که موافق هستید که ایران پاسخ بده؟ به قول خودشون میگن یک پاسخ دندان شکن در یک موقعیت مناسب خواهیم داد. این اگر بده چه فاجعه‌ای رو به وجود میاره؟ بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که اینکه
نتانیاهو نیاز به جنگ و گسترش جنگ داره برای که در بله، قدرت باقی بمونه. درست. خب میدونه که از نظر نظامی اسرائیل توانایی بالایی داره. همین بله. امر که رفتن محلی رو زدن که مسئولین امنیتی نظامی ایران بوده، یعنی که وضعیت امنیتی ایران خرابه، یا در درونشون جاسوس هست. به هر حال اسرائیلی ها تونستن بدونن در چه روزی اینها اونجا بودن و اون محل رو بزنن. می‌دونیم که در داخل ایران هم اسرائیلی ها خرابکاری های زیادی کردن، تونستن افراد مختلف رو ترور کنن. خب این نشون میده که اسرائیل از نظر امنی، از نظر اطلاعاتی و از نظر نظامی دست بالا رو داره. هیچ کسی نمیتونه منکر این باشه. خب اومده اونجا رو زده برای که ایران رو بیشتر درگیر بکنه به جنگ. هدف اسرائیل این هستش و میدونه که اگر ایران کاری بکند و اسرائیل حمله بکنه به مناطق نظامی و هسته ایران، باز هم غربی ها چیزی نخواهند گفت، سکوت خواهند کرد یا یک انتقاد کوچیک خواهند کرد که این هستش که برای اسرائیل بهایی که خواهد پرداخت زیاد نیست. جمهوری اسلامی داستان بحران سازیش رو که حتما خودتون میدونید و با بحران زندگی کردن، این نظام معتاد به بحران. یعنی مثل یک نفر که اگر بهش مواد نرسه نمیتونه زندگی بکنه. جمهوری اسلامی هم به بحران معتاده و میخواد این بحران ادامه داشته باشه، دائمی باشه و آقای نتانیاهو هم همراهشه، همکارشه برای درست کردن فضای بحران. حالا آیا جمهوری اسلامی اصلا توانش رو داره که اینطور که میگه پاسخ پشیمان کننده به اسرائیل بده؟ محاسبات میگن نه، میتونه حمله بکنه ولی مسلماً با حمله شدیدتر اسرائیل روبرو خواهد شد. مشکلی که جمهوری اسلامی دارد این استش که مردم رو با خودشون نداره. کدوم کشور دنیا دیدید که بخشی از مردم اون کشور بابت زدن ایرانی هایی که در سفارت بودن حتی ابراز خوشحالی بکنن؟ یا همچین چیزی وجود نداره در هیچ کشور دنیایی، ولی در ایران وجود داره. خب یک، جمهوری اسلامی توانش رو نداره که حمله جدی بکنه و بره روی خط جنگ با اسرائیل. حمله جدی یعنی بره روی خط جنگ با اسرائیل. این توان رو نداره. عملیات ایذایی انجام خواهد داد، شعار خواهد داد، به سفارت ها حمله خواهد کرد، موشک به سوی، ولی که از داخل ایران هواپیمایی بلند شه یا موشکی بلند بشه بخواد بره به طرف اسرائیل، من این رو احتمالش رو بسیار کم میدونم. برای اینکه نمیخواد وارد جنگ بشه و عملیاتی خواهد انجام داد ولی اون عملیات مسلما محدود خواهد بود. خب حالا من در همین حرفام گفتم که عده‌ای برای اسرائیل سوت و کف زدن که رفته اونجا رو زده. خب این چه پدیده‌ایه؟ وقتی که ما میبینیم از به اصطلاح مخالفان جمهوری اسلامی در اپوزیسیون این گونه موضع‌گیری ها رو میکنن، این نشان چی هستش؟ نشان ذلت و ناتوانی این افراده. یعنی این افراد از اسرائیل درخواست میکنن که بیا ما رو از دست این رژیم رها کن. چنانچه امروز یک مقاله دیدم منتشر شده، انتقاد به اسرائیل که چرا شما میرید اون 4 نفری که اونجا هستند رو میزنید؟ بابا بیاد داخل ایران رو بزن، ما رو راحت کن، خیلی ما رو خسته کردی، هی میری نمیدونم چند تا سردار رو میزن. خب این نشون میده که این گونه افراد هیچ گونه توانایی نه در ملتشون میبینن نه در خودشون. یعنی ملت ایران برای اینکه از دست این رژیم رها بشه، آزاد بشه، نیاز داره که به آقای نتانیاهو بیاد کمکش کنه. انتخاب بین نتانیاهو و خامنه‌ای انتخاب ورشکستگی اخلاقی و سیاسی است. حالا یک سوال همینجا مطرح میشه که به درستی شما این موضوع رو
عنوان کردید. یکی از سوالهای اساسی من هم همین بود. یه عده‌ای از مخصوصا پهلوی طلبها عنوان میکنن دشمن من دوست من است. آیا نه. واقعا اگر که اسرائیل حمله بکنه امکانی به وجود میاره که در ایران دموکراسی ممکن بشه، یا اینکه اگر این اسرائیل خواب غلطی است؟ اگر اسرائیل در اسرائیل دموکراسی به وجود آورده، در ایران هم به وجود خواهد آورد. اولا در اسرائیل دموکراسی وجود نداره. یک خبرنگار اجازه نداره بره اسرائیل الان و بره غزه. بله یک خبرنگار، حتی خبرنگار اسرائیل، هر خبرنگار فلسطینی هم که اون تو بود کشتن. یا بله مال الجزایر، تلویزیون الجزایر رو ممنوعش کردن که بره اونجا. آقای نتانیاهو چندین مسئله دادگاهی داره. خب چه شکلی از فردی مثل آقای نتانیاهو که نلسون ماندلا نیستش که شما بگید حالا مثلا ما از آقای نلسون ماندلا بریم کمک بگیریم که بیاد در ایران دموکراسی برقرار. حالا اونجا هم جای بحث بود، ما که مخالفیم، ولی خب حداقل میتونیم بگیم یک شخصیت صلح آزادی که خواستار رشد همه ملت هاست. نه، هدف اسرائیل تجزیه ایرانه. اسرائیل نمیخواد یک قدرت ملی منطقه‌ای وجود داشته باشه. حتی اگر ما در ایران دموکراسی رو مستقر بکنیم و بخوایم توان ملی پیدا بکنیم، اسرائیل مخالفت خواهد کرد، برای که اون خودش رو در ضدیت با کشورهای دیگه میبینه. زندگیش رو با ضدیت درست کرده، نتونسته. این است که حالا ایرانیایی که میگن دشمن ما دوست ماست، خب اینها افرادی هستن که هیچ گونه باوری نه به خودشون دارن نه به ملتشون دارن. ملت خودشون رو توانا نمیبینن، نمیدونن که اونها قادرن با همین روش هایی که دارن هر روز دارن پی میگیرن اون روش رو رژیم رو یواش 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 منزوی بکنن و بندازنش به اصطلاح آشغالدون تاریخ. میگن آقای نتانیاهو بیا لطفاً ما رو هم ببر اونجا. کدوم جنگی آمریکا کرده این کارو دیگه؟ در کشورهای بسیاری کرده. کدوم یک از حمله های نظامی آمریکا در این کشورها دموکراسی رو برقرار کرد؟ تازه اون آمریکاست، اسرائیل نیست. در عراق برگزار کرد، در لیبی کرد، در افغانستان کرد، در سوریه کرد، در ویتنام کرد. در کدوم کشوری این حمله های نظامی باعث شده که بعدش دموکراسی بیاد؟ اینها دموکراسی نمیخوان. اینها بعدشون میاد از رژیم ایران، دوست دارن یه دیکتاتوری دیگه اونجا باشه، یک دیکتاتوری که بتونن باهاش زندگی بکنن. مسئله اینها دموکراسی و حاکمیت ملی نیست. اصل اساسی دموکراسی استقلال و آزادی است، حاکمیت ملی است. چه شکلی میتونه آدم از کسان بسیاری بودن رفتن تو این خط و ربط که از قدرت خارجی تقاضا بکنن و همشون به بنبست رسیدن. بار اول نیست، ما 40 سال اولش میرفتن از عراق کمک میگرفتن، از آمریکا کمک میگیرن، حالا از اسرائیل میخوان کمک بگیرن. نه، ما یک ملت توانا هستیم، باید نشون بدیم خودمون قادر هستیم. واقعا چه ذلتیه که ما بگیم ما نمیتونیم. آقای نتانیاهو بیا لطفاً این رژیم رو ببر. خب اصلا چه ملتیه؟ چه ارزشی داره این ملت؟ پیشنهاد شما چیست؟ آیا ایران پاسخ بده حتی کوچیک، یا اینکه به گونه دیگه رفتار کنه؟ چون آخر صحبتمون هستیم، اگر امکان داره در نتیجه گیری این رو هم بیان کنیم. خدمتتون عرض کنم که هدف اگر این باشه که از بحران‌ها کم کاسته بشه، از برخوردها کاسته بشه، پاسخ دادن امر بیهودی. البته من هیچ وقت منظورتون تقاضا پاسخ نظامی است، امر بیهوده؟ پاسخ نه. نظامی دادن امر بیهودیه، بلکه ما هیچ وقت اولا از جمهوری اسلامی ما درخواستی نداریم، بلکه بله. میدونیم این جمهوری اسلامی از ما نیست. اگر یک نظام دموکراتیک بود ازش درخواست میکردیم، بهش مینوشتیم آقا این کارو نکن، اون کارو خودشون میکنه. ما کاری که باید بکنیم به عنوان کسانی که به دنبال دموکراسی هستن، دفاع از حقوق همه جانبه در همه خاورمیانه و جهان، بدون کوچکترین به اصطلاح استثناء قائل شدن.
چه حق فلسطینی باشه، چه حق زندگی یهودی باشه، چه حق ایرانی باشه. این هستش که تمامی کسانی که میخوان با جنگ قدرت رو به دست بیارن، مثل نتانیاهو، مثل خامنه ای، اینها رو باید منزوی کرد در افکار عمومی. تلاش ما باید در منزوی کردن بحران سازان و جنگ سازان باشه. خاورمیانه باید یک روز محل صلح و رشد و صفا باشه و این امکان داره و میشه ساخت این رو. ما ذلیل نیستیم، توانا هستیم و قادریم، چنان که ملت‌های دیگه بودن در این امر موفق شدن. امیدوارم که در این خط و خط پیش بریم. خیلی خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. امید که در جامعه ایران ما فضایی پیدا کنیم که هر چه زودتر به آزادی ها و استقلال وطن برسیم و امکان رشد رو بیشتر و بیشتر ممکن کنیم. روز از و شما شب از اینکه شما این خوش. امکان رو در اختیار من قرار دادید خیلی تشکر میکنم. شب و روز همه خوش.